افزایش واردات محصولات مخصوصا پولزی و میوه‌ها شدت قیمت‌های بالای این تعداد فرآورده‌های کشاورزی در بازارهای دوشنبه را به فرق از آغاز ماه شریف رمضان در پایان این ماه کمتر کرده است. تاجران سبب تا اندازه پایین شدن نرخ پولزی‌ها و میوه را به فرارسی موسم جمع‌آوری این محصولات ربط می‌دهند. گلاس حصار 10 سم تا 8 سم 7 سم تا 11 سم بار داریم. اینا زردالو داریم 3 سم 3.5 سم. سبچه داریم 3 سم. اینا هندلک آوردیم هندلک 3 سم تا 5 سم. الکی این همه یک هندلک در بازار تا 25 30 سم بود. اینا امروز اومد اینا از 3 سم تا 5 سم حاضر. برای مثال ده این گلاس 3 سم 3.5 سم تا 10 سم بیشتر 20 سم 25 سم بود. پامیدور 5 سم من مرحبا نه. پامیدور حصار علی اگر اینا مرحبا. این قیمت‌ها در یارمارکه مخصوص محصولات کشاورزی در بازار مهرگان دوشنبه است که از آغاز ماه شریف رمضان فعال شده است. این تدابیر به خاطر تنظیم نرخ محصولات در خود این بازار گفته می شود. در یارمارکه از اول ماه شریف رمضان به تصمیم گرفتیم که نرخ‌ها را معین کرده نظر به دیگر بازارها 20% ارزان‌تر به فروش محصولات نیاز اولیه را داخل کردیم. به نظر می رسد که جهت تنظیم نرخ گوشت چاروا و جلوگیری از بالاروی آن در ماه مبارک رمضان مسئولین بازارها از تدبیرهای جدی کار گرفتند. به قول مقامات شهرداری دوشنبه تنها در این ماه در پایتخت حدودی 20 گوشت فروش برای رعایت نکردن قاعده‌های تجارت و فریب مشتریان جریمه شده تعداد آگاهی گرفتند. گوشت گاو یکی از محصولات‌هایی است که امسال در آغاز ماه رمضان در بازارهای پایتخت به یک بارگی کمچین شد و نرخش هم بالا رفت. در بازار مهرگان پایتخت مسئولین بازار در مشورت با تاجران به خلاصه آمدند که اگر تاجران یا گوشت فروشان در این ماه بازار را با گوشت پرره تامین کنند مبلغ شرطنامه اجاره آنها پایین برده می شود و به آنها امتیاز پیشنهاد می شود از طرف بازار. همچنین به گوشت فروشان تاکید شده است که اگر در این ماه در ماه رمضان با کار حاضر نشوند شرطنامه آنها دیگر تمدید نخواهد شد. اما مشاهده می شود که این تدبیرها نیز جهت پوره نگهداری قیمت گوشت در بازارها چندان تاثیر نداشته است و تاجران که گوشت را با قیمتی بالاتر از 40 سومانی برای 1 کیلو می خرند با استفاده از هر اصول نمی خواهند بر زیان فروشند. شده روغنش نه که بعد برابر زیاده. 40 سومانی. خیلی گوشت در درونی بسیار نمی‌دوختند. در روغن شد. دیگه نمی‌زیاد روغن. قیمت دیگر محصولات نیاز اولیه از جمله آرد و روغن، کارتوشکا و پیاز، شکر و تخم در قیاس با آغاز ماه شریف رمضان تقریباً به تأخیر باقی مانده است، ولی ساکنان از آن نگرانند که در 1 یا 2 روز قبل از عید سعید فطر تاجران با استفاده از فرصت نرخ همه گونه محصولات شروع از میوه و پالزی‌ها تا شیرینی و آب‌های رنگه و شربت‌ها را بالا میبرند.